خب همونطور که میبینید این قطعه برای این هستش که خاک دستگاه رو بگیره. یعنی زمانی که دارین شما کار میکنین و پوشال قراره که خاکش بیاد، این قسمت رو محافظت میکنه برای اینکه خاک توی دستگاه شما نره. حالا چجوری نصب میشه؟ شما این رو میذارین داخلش و جای 2 تا پیچ داره و به راحتی اون رو میبندین. پیچش رو میذارین. ببینین الان دیگه شما وقتی که دارین کار کاسه تراشی، کار ابزار زدن و هر چیزی که باشه، این قطعه از دستگاه شما محافظت میکنه. به همین راحتی عمر دستگاهمون رو ببریم بالا. به همین راحتی. لایک یادتون نره این پست رو حتما ذخیره کنین و برای دوستای نجارتون بفرستین.